پښتو ژبې زده کړه. آموزش زبان پشتو. 4 لوست. سلام دوستای عزیز. قبل از دیدن این ویدیو چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را نیز فشار دهید. اعداد در زبان پشتو از 1 الی 100. دوستای عزیز، در این ویدیو ما بر شما از 1 الی 100 اعداد زبان پشتو را آموزش میدم که با دیدن از این ویدیو شما دیگه مشکلاتی که در اعداد زبان پشتو داشتین رفع میشه و دیگه مشکل نخواهید داشت. خب ما بر شما در اینجا دریش هم نوشته کردیم، پشتوش هم نوشته کردیم و همچنان تلفظش به زبان انگلیسی از خاطر از اینکه شما درست‌تر بفهمین نوشته کردیم. یک در زبان دری که یک است به پشتو یو، دو، دو، سه، دری، چهار، چلور و پنج، پنځه در زبان پشتو میگه. امیدوار هستم که تلفظ بر شما موثرتر تمام شود. خب میم به عدد 6 که در زبان پشتو شپږ میگیش. 7 و 8 اته 9 9 10 لس. بخش دیگه ما که اعداد دو رقمی است که از 11 شروع میشه. 11 یولس، 12 دولس، 13 دیارلس، 14 چهارلس، 15 پنځلس، 16 شپاړلس، 17 اوولس، 18 اتلس، 19 نولس، 20 شل. بعد از 20 که 21 شروع میشه، کسایی که یاد ندارن اونا 21 یو شل، دو شل استفاده میکنن که بالکل غلط است. در زبان پشتو یک استثنایی وجود داره که 21 یویشت، 22 دویشت و می رقم ادامه میتیم تا 29 نهویشت میشه و 30 دیرش میگن. البته در اعداد دو رقمی یک موضوع دیگر که من یادآور شوم که در زبان پشتو استثنایی وجود داره، او این است که ما عدد دو رقمی را از طرف راسته میخوانیم که دمی عدد ما بر شما نشان میتم. 31 که در زبان دری از طرف چپ 31 خوانده میشه، اما در زبان پشتو از طرف راسته یو دیش، 32 دو دیش که به می شکل ادامه میتیم. 39 نه دیش و 40 چلویخت و به می شکل ادامه میتیم. 50 پنځوس، 60 شپیته، 70 اویا، 80 اتیا، 90 نوی و بالاخره 100 هم سل.